اون نفر گفتند که در دانشگاه طبی میخوانند باز سوال ایلاوگی باشد، چون اکثریت آن را میدهند. وقتی که فرزند نشد در بطن مادر، امروز یک چیزهای زمانوی برآمده است، یعنی که برای فرزند تولد کردن همون طریق طبی زمانوی یک کار میکنند که فرزند در بطن مادر پیدا میشد. آیا همین هم جایز است در شریعت اسلام؟ به طریق صنعی آب مرد و آب زن را گرفته، اینا مثلا اگر ساده تر کرده گویم، برای اون که بسیار برادرها التماس کردن که اکثر تماشابین ها مردمی یعنی که عامی هستند و به اسلوب علمی نیو به اسلوب ساده تر گپ زنید. خلاصه انا همین کارها را علما در این باره چندین مراتبه یعنی عالم های دنیا جمع شدگی هستند. مسئله هایی که معاصر که هست جمع می شوند در مجمع های فقهی و علمی. به خلاصه آمده اینا اکثر علما منع کردند، برای آنکه در این تزویر، دروغ و فریب شدنش ممکن است. وقتی که میبیند که مقصد مبلغ کلام گرفتگی هست و میبیند که مقصد از این مرد فرزند نمی شود، میتوانند یعنی گاه ها آنها امانت نگهدار نیستند، نطفه دیگر کس را هم گرفته، این کارها در تاریخ شدگی است. یا مثلا خود زن آمده پنهانی به دخترها گفته است که بگذار اگر از این نمی شده باشد از آن دیگر کس را هم میتوانی همراه کنی. یعنی در این نسب است. نسب یکی از مقدس ترین چیزها در شریعت است، بنابراین الله تعالی زنا را حرام کرد، چون به نسبی کس طعنه می شود. احتمال است که فرزند بیگانه را به وایه رساند و اون فرزند بیگانه این را پدر میگوید، این اون را پسر میگوید. بنابراین الله تعالی به سنگسال کردن زیناکارها امر کرد. یعنی نسب را الله تعالی حرمت کرده است. نسب این یکی از 5 مقدسات است در شریعت. 5 چیزهایی که شریعت به بزرگ داشت این چیزها آمده است، یکی آن نسب است و در این احتمال تغییر یافتن نسب است. بنابراین علما رحمت الله علیهم این عمل را غیر مشروع گفتند، بلکه دیگر عملهای شرعیش را، سببهای شرعی را کند، مانند استغفار و مانند دیگر نوعهای تبابت الله تعالی میدهد. ببینید حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم به سن 86 سالگی رسیدند. حضرت زکریا پیران سال شده بودند، بنابراین دعا را پنهانی میکردند که اون کس شنود نخندد. گفته اذ نادى ربه نداء خفیا، دعای پنهانی کرد. پروردگار مرا تنها نگذار، بی میراث خور نگذار، برای من فرزند. اون زنی من یا زنی عقور هست، زنی که از وی فرزند تولد نمیشد. الله تعالی خوش خبر داد که ما برای تو یک پسر میدهیم، با نامش هم یحیی هست. ولم نجعل له من قبل سمیا، از این پیشتر در دنیا یگان کس ما یحیی نامگذاری کردگی نبودیم. یک بار الله تعالی نامش هم گذاشته، یک بار پیغمبر بودنش هم حالا در شکم مادر است بشارت داد. بنابراین فرزند در دست الله است. از الله پرسید و سبب‌هایی که شریعت اجازه داده است اون سبب‌ها رو اجرا کنید، ان شاء الله صاحب فرزند میشوید. والله تعالی اعلم. خیلی خوب، واقعا جواب واضح هم پیدا شد، چون اکثریت همین سوال رو میجویند، میکوبند. سبب هم معلوم گشت، یعنی که در امانت نگه نداشتن گفتید دومو، اگر درست فهمیده باشیم. اما اگر که در بعضی منطقه هایی که مثلا گفتیم اگر در دولت هایی که نسبتاً در اسلام نزدیک باشند و خودی پزشکان اگر که مسلمان باشند و امانت نگهدار باشند، جایز باشد؟ به هر حال در این غیر این کار با دیگر منکرها هست، مانند کشودن عورت و دیدن عورت به دیگرهای و دیگر منکرها دارد. بنابراین احتیاطاً این عمل را نکند.